خب باز دارم برای آقا تونیوان میگه. درود بر شما آقا تونی، مخلصیم، دوستت داریم، خیلی خیلی خسته نباشید. همه میگفتن آلبومو گوش داده آقا لولایی، آلبومو گوش داده. آره هم پنج ترکی آقا تونی رو گوش دادم. از آلبوم جی اس گوش دادی؟ آره، سکرت و با ایرک و با مایکاکا و همشون عالی بود. حالا کدومو بیشتر دوست داشتی؟ سکرت رو بیشتر دوست داشتم، اون ورس انگلیسیشو، با اینکه انگلیسیش زیاد خوب نبود ولی حسالشو و قول معروف خیلی حال میکردن. البته بگم دوستان میدم من با اینکه الان سن دارم فکر کنم تازگی‌ها خوش آمده از رم. اون موقع جوان بودیم کتاب‌ها میخوندم، موقع میرفتیم صفحه میخریدیم از این کتاب فروشا و برای همینه آقا تونیوان رو دوست دارم و طرفدارش هستم. دوستتون دارم، مخصوصا فالوورای آقا تونیوان. همتون موفق باشید. قربونه.